درود به همه. من کل هستم. امروز میخوام درباره لموریا صحبت کنم. به تازگی یک جلسه بررسی سوابق آکاشیک برای خودم انجام دادم و فهمیدم که در یکی از زندگی هم در لموریا زندگی کردم. اون زمان زن بودم. لموریا درست مثل آتلانتیس یکی از کهن‌ترین تمدن‌های مادر گایا زمین بود. متاسفانه امروزه به عنوان یک تمدن سقوط کرده شناخته میشه. البته بعضیا میگن که شاید هنوز در ابعاد دیگه ای از زمین زنده و فعال باشه. همانطور که میدونی تعداد زیادی بود و چگالی مختلف در جهان هست، اما از چیزی که من در سوابق آکاشیک دیدم فقط ویرانه هاش باقی مونده. اون مکان به طور کامل فروپاشیده و سقوط کرده، درست مثل آتلانتیس. لموریا یک جامعه زن محور و سرشار از انرژی الهی مؤنث بود، در حالی که آتلانتیس یک جامعه مرد محور با انرژی الهی مذکر قوی بود. هر دوی این تمدن‌ها در سطح آگاهی 5 بعدی قرار داشتند. لموریایی‌ها بسیار مهربون، لطیف و عاشق پیشه بودند. اونا هیچ مرزی در عشق نمی‌شناختند، ولی همین ویژگی دلیل اصلی سقوطشون هم شد. در واقع بسیاری از تمدن‌ها به همین دلیل سقوط کردند، چون در برابر شر ناتوان بودند و نمیدونستند چطور با تاریکی و شر مقابله کنند. چون در بهشتی زندگی میکردند که فقط عشق، نور، شادی و نیکی در اون بود و وقتی شر وارد اون فضا شد هیچ دفاعی نداشتند. بعضیا حتی فریب صحبت‌های اغواگرانه نیروهای منفی رو خوردند، درست مثل داستان فریب خوردن آدم و حوا توسط لوسیفر، چون آگاهی لازم رو نداشتند. یه نمونه دیگه از این وضعیت جنگ کهکشانیه. اونجا هم نژادهایی مثل رپتایل ها، بسیاری از تمدن ها مثل لایران ها و هیدا رو نابود کردن، چون اونها هم بی‌دفاع بودن. شاید دلیل حضور ما در این زمان و مکان یادگیری چگونگی برخورد با منفیگرایی و تاریکیه. در مورد لموریا هم همینطور بود. اونا اجازه دادن که شر وارد جامعهشون بشه. بیش از حد آسونگیر بودن و همون باعث نفوذ تاریکی شد. جنگی رخ نداد، ولی لموریایی ها در برابر شر تسلیم شدند. نظریه های مختلفی درباره سقوط لموریا و آتلانتیس وجود داره. چیزی که من درک کردم اینه که آنوناکی ها در اونها نفوذ کردند. آنوناکی ها معمولاً با تمدن ها وارد جنگ نمیشن، بلکه با نفوذ نرم ذهنها رو فاسد میکنن، با صحبت‌های زیبا ولی فریبنده. در واقع این یک جنگ درونی بین اعضای خود جامعه بود و به تدریج یکی یکی سقوط کردند. آتلانتیس و لموریا هر دو نمونه‌های بسیار بزرگی هستند از اینکه چرا باید بین انرژی الهی مؤنث و مذکر تعادل برقرار کنیم. اگه در لموریا زندگی داشتی، ممکنه انرژی الهی مؤنث بسیار بالایی داشته باشی، اما انرژی الهی مذکر در تو ضعیف باشه. پس شاید مأموریت در این زندگی تقویت و کار روی جنبه الهی مذکر وجودت باشه. حالا میخوام چیزهایی که در سوابق آکاشیک دیدم باهاتون به اشتراک بذارم. همونطور که گفتم، اون زمان من یه زن بودم. در لموریا 2 شهر وجود داشت که خیلی هم به هم نزدیک بودن، یکی زیر آب و یکی زیر زمین. من در شهری زندگی میکردم که زیر زمینی بود، اما نزدیک آب بود. در واقع کنار ساحل زندگی میکردم. اونجا چون زیر زمین بود تاریک تر بود، ولی نور هم داشت. در بعضی نقاط نور طبیعی نفوذ میکرد. فناوری های پیشرفته‌ای وجود داشت و از انرژی مادر گایا برای تولید نور استفاده میکردند. پس انرژی بی‌نهایتی در دسترس بود. ما هیچ نگرانی از بابت انرژی یا غذا نداشتیم، چون انرژی لازم از زمین تامین میشد و نیازی به خوردن نبود. لموریا بهشت بود. همه در صلح و شادی زندگی میکردند و همه چیز در هماهنگی بود. همه از آزادی خودشون لذت میبردند و عاشق بیان خودشون از طریق هنر بودند. من خودم دیدم که توانایی جادوی آب داشتم. جادوی آب در لموریا بسیار مهم و رایج بود و مراسم‌های زیادی با آب انجام می‌شد. رقص، آواز، سرودهای آیینی. در یکی از این مراسم‌ها خودم رو دیدم که دور دریاچه ایستاده بودم و همراه دیگران می‌رقصیدم.
آواز میخوندیم و واژه‌های خاصی زمزمه میکردیم. خیلی جالب بود و باعث شد حس کنم دوست دارم زبان نور رو تجربه کنم. راستش زبان نور چیز جدیدیه و یکم برای من خجالت آوره، چون تا حالا هیچ وقت علنی انجامش ندادم. ولی وقتی بچه بودم همیشه به صورت خودجوش نوت‌های تصادفی میخوندم و انگار این نغمه ها از ذهنم بیرون میزدن. بعدها فهمیدم که ممکنه این همون زبان نور بوده باشه. میخوام باهاتون زبان نوری رو از لموریا دریافت کردم به اشتراک بذارم، اما چون دارم درباره زبان نور صحبت میکنم تصمیم گرفتم یه ویدیو جدا براش آپلود کنم و لینکش رو توی صفحات همین ویدیو بذارم. اگه خواستین اون ویدیو رو ببینید میتونید روی لینک کلیک کنید. هنوز اونقدر اعتماد به نفس ندارم که زبان نور رو کاملا عمومی نشون بدم، ولی امیدوارم از این ویدیو چیزی جدید براتون مفید بوده باشه و از ویدیوی زبان نور هم بهره ببرید. ممنونم که ویدیو رو دیدین و برای صبوریتون سپاسگزارم. امیدوارم در ویدیو بعدی ببینمتون. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشین.